سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بوستان کشاورز رشت. امروز چهارشنبه 30 خرداد ماه و ساعت حدود 6 عصر. بوستان کشاورز اولین پارک کلان شهر رشته که بعد از انقلاب ساخته شده. این بوستان در بولوار کشاورز در نزدیکی میدان شهدای بسیج رسانه و صدا و سیمای استان گیلان قرار داره که در گذشته به نام باغ کوچه اصفهانی معروف بوده. این پارک با وسعت 32,000 متر مربع دارای امکاناتی مثل فضای سبز، وسایل ورزشی عمومی، وسایل بازی کودکان، کتابخانه عمومی و مکان برای نشستن و بازی هستش. قبلا ولاگ بوستان‌های مفاخر، دانشجو، محتشم و ملت رو در کانال قرار دادیم که لینک مربوط به این ولاگ ها رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
برای شب نبود. مال من یه نفر